کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر تفصیلات نوع صدمه ماشین بنزینکش در ناحیه دیوشتیچ خبر داد که ماشین تمغه دولان با 35 تن مواد سوخت در حدود جماعت غزنترک با یک غرم علف برخورده سپس به سوی چپه شده و ترکیده است. بوتایف سخنگوی ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت گفت ویدیو علنگه آتش و دود غلیظی که در شبکه‌های اجتماعی گردان بود آتش خرمنی بزرگ علف چاروا بوده است که یک ساکن دیگه غزنترک ناحیه دیوشتیچ برای فروش ذخیره کرده بود. به گفته او راننده و مسافرش برابر به سمت سوی سرازیر شدن ماشین خود را به بیرون هوا دادند و جان به سلامت بردند. آنها با جراحت‌های سبک در بیمارستان بستری شدند و طبیبان حالشان را خوب ارزیابی میکنند. سوختار از جانب خدمات سوختارنشانی ناحیه دیوشتیچ و شهر استرفشن بعد 50 دقیقه پوره خاموش کرده شده است و حال و سبب صدمه را مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی تحقیق میکنند.